هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود بینندگان ارجمند تلویزیون سینما، نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است تقدیم شما. خوب میدونیم که در این شب و روز ما مسئله های حساسی که داریم، خرافات و خرافازدگی و تعصب و جهالت و این چیزها هستند که نه تنها ما را، نسل نورس و جوانی ما را، بلکه عموما سیاره را به تشویش میدهند. اون عملهای تروریستی، اون جنگ و جدال هایی که بر مبنای خشکاندیشی و برخوردهای عقیدتی و مذهبی در جریان هستند، سیاره را به تشویش آوردند. ائتلاف‌های گوناگونی در این زمینه بر ضد اون برخوردها و بر ضد اون تشکل‌هایی که انسان را از راه رشد و ترقی باز می‌دارند، ائتلاف‌های زیاد، اعتیادهای زیاد انجام گرفتند و در رابطه به همین سطح دانش‌های طبیعت شناسی ما در بستگی با جهانبینی علمی یک صحبت می‌کنیم با طبیعت شناس و دانشمند جوان ما، نامور قربان. نامور قربان یادآور میشم که از جمله نفرانی است که هنوز 10-20 سال پیش سر این موضوعها مقاله چاپ میکرد، مطلب‌های جالب علمی چاپ میکرد، بر اساس تفکرات علمی، شعور ملی، بر اساس بازیافت‌های طبیعت شناسی معاصر اندیشه‌های جالب بیان میکرد تا اینکه نسل نورس ما، نسل جوان ما بیدار شوند، یک نوع همین بر اساس دانش‌های علمی جهانبینی خود را شکل دهند و گرفتار و مبتلای خشکاندیشی نشوند. این خشکاندیشی خطری جدی برای تمام انسانیت است و از جمله برای ما هم هست و با توجه به این صحبت ما نام گذاشتیم در مشورت با نامور قربان، دانش‌های طبیعت شناسی و شکلگیری جهانبینی علمی. بله. یعنی این مسائلی هستند که واقعا منطقه ما را به تشویش می‌آورند، مخصوصا نسل نورس جوانی ما در لابلای همین خطرها، خطر خشکاندیشی و خرافازدگی بنا قرار دارد و ملت‌هایی که خرافازده هستند، ملت‌هایی که واپسگرا و عقب مانده هستند، جهالت پسند هستند، جهالتگرا هستند، نادان هستند، همیشه مورد استفاده و سوء استفاده گروه‌های گوناگون، سازمان‌های گوناگون قرار می‌گیرند و جامعه را به عقب می‌برند. یک نسل را، یک دولت را، یک ملت را بر هم میزنند و به نابودی میبرند. با نظر داشتی همین مشکلات و حساس بودن همین مسئله ها صحبت ما آغاز میکنیم از اون که نامور زمینه همه دانش‌های علمی که در اروپا شکل گرفت و غرب را تغییر داد، تکان داد و در 300 سال اخیر با کشورهای متمدن جهانی، با کشورهای استحصالگر و کشاف و اختراعگر تبدیل داد، آفریننده تبدیل داد. بله. همین دانش‌های علمی بودن و همین طبیعت شناسی بود. از انقلاب کپرنیک شروع میکنیم و بعد ادامه میدیم. مرحمت. ابوالقاسم فردوسی میگوید توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دلی پیر برنا بود. ولی همین گپ چند عصر بعد فرانسیس بیکن گفت دانش این قوه است. و همین سخن فردوسی در این منطقه محیطی خرافازدگی که بعد از فردوسی، بعد از مخصوصا زوال دولت سامانیان اون افج گرفت، کار نکرد. ولی در اروپا الکی بیکن این یکی از اساسگذارای علم طبیعت شناسی در اروپا است و همچنین دانش‌های فلسفی این در اروپا را دیگرگونه کرد و اروپا را به صدر اولی به اصطلاح در تقسیم بندی گیوگرافی امروز به جهان اول تبدیل داد. چرا؟ چون که قبل از رنسانس اروپایی در دایره کشورهای خلافت اسلامی هم رنسانس به عمل آمد، ولی این رنسانس دور نپایید. اما در اروپا پیش از همه این محیط گیوگرافیش به آنها دست داد که به همین غالب آیند، یعنی به همون خرافازدگی و به همان تعصبگرایی دینی غالب آیند و علم‌های طبیعت شناسی را جایگزین دانش‌های دینی کنند و مخصوصاً از دوره نیکولای کپرنیک و جوردانو برونو، گالیلئو گالیلی، بعدتر فرانسیس بیکن، ایساک نیوتن، بلیس پاسکال و دیگر دانشمندانی که
روی کار آمدند. به یک جریان تبدیل یافت که آهسته آهسته در همه شکل‌های علمی انقلاب‌های علمی را روی کار آورد و اون نتیجه هایی که امروز ما در علم‌های طبیعت شناسی استفاده میکنیم محصول همان دوران است. و در تشکل جهانبینی علمی پیش از همه این کشف دستگاه چاپی بود که تمام زمینه ها رو برای این فراهم آورد. چون که در آن دوران داشتن دانش های علمی، داشتن اطلاع یک محدود بود و وقتی دستگاه روی چاپی آمد و کتاب ها نشر گردیدن، الکی دانش های علمی داشتن شکل گیری میکردن و عاموی میگشتند و همین عاموی گردی دانش های علمی باعث انتقال دانش ها و سواد در میان عامه و آگاهی مردم گردید که بیشتر با پیدایش مفکوره های نو علمی زمینه گذاشت و تا به این سطح آمده رسید. اگر تا دوره کاپرنیک الکی دوره پتولمی بود. اساساً این سرچشمه میگیرد از فیلسوفان طبیعت شناسی یونانی، فالس، پیفاگور و دیگرها. این دانش‌های همه اروپا یکی به یونان بستگی داشتن تکیه میکرد، یکی به ریم. یعنی دو منبع اساسی گرفتن دانش‌ها بود که به همونا تکیه کردن. تا این روز هم منبع اساسی دانش‌هاشون همونا هستند. همینطور نیست؟ کاملا درست است و همین دوران رنسانس نیز به همین تکیه می نموید که و هرچند اون دانش ها تا دوران رنسانس الکی ناقصی های زیادی داشتن، ولی در تشکل جهانبینی علمی نقش بنیادی را بازیدند و با آمدن مدل کاپرنیک و مدل کپلر که الکی با قانون‌های خود حرکت سیاره‌ها را در گرد آفتاب آشکار نمود، الکی یک مدل علمی را در شعور انسانیت جای کرد و همین دانش‌ها الکی به دانش‌های علمی تبدیل یافتند و مخصوصاً پس از تجربه گذاری‌های گالیله که اگر تجربه گذاری گالیله زمینه اساسی با تجربه تکیه کردن علم گردیدند و در شرایط امروزه اکنون نقطه نهایی را در علم تجربه میگذاشت. البته این علم های تجربوی، علم های طبیعت شناسی در نظر است، علم های فلسفی، علم های جامعه شناسی که دیگر، ولی همین علم ها با هم دیگر علاقمند بودند، با رشد یکدیگر اینها رشد میکردند. مثلا اگر ما با کشف قانون‌های ترمودینامیک نظر نماییم که این با پیدایش ماشین‌های بوغی علاقمند است، با رشد مکانیک باشد با این پیدایش سلاح‌ها علاقمند است و یا با ساختمان. یعنی اینها در همدیگر این از آن شهادت می‌دهد که در آن دوران الکی دانشمندان نوبسته از سمت‌های فعالیت خود با همدیگر رابطه‌های قوی علمی داشتند. مثلا از گالیله به ایوانجلیست توریچلا یا از فرانسیس بیکون به دیگر نمایندگان، از رن دکارت و بلیس پاسکال و امثال اینها انتقال می‌یافتند که در مجموع این یک سیله یا مجموعه دانش‌های علمی را فراهم آورد که برای علم‌های امروزه زمینه‌های مساعد گرد و تمام آن علم‌هایی را که ما می‌بینیم الکی مثلا در بیولوژی اولین فهمش‌ها درباره حجره یا در ساحه شیمیا الکی با آمدن جان دالتون الکی آن مفهوم سنگی فلسفه از بغل عالمان غلطید، به جای آن الکی مفهوم عنصر یا الیمنت شیمیایی روی کار آمد. یا در ساحه فیزیکا زمینه اساسی را تجربه مکانیکی گالیله و به شکل فرموله در آوردن حادثه های فیزیک را الکی نیوتن کار کرد. یا در ساحه گیولوژی یا در ساحه گیودیزم و اینها همون زمینه های مساعد را فراهم آوردند که الکی در عصر 18 با آمدن کارخانه های استحصالی الکی نتیجه های علمی در استحصالات تطبیق یافتند و به شکل گیری جهانبینی علمی مساعدت کرد. شما بینید در همون زمانی که خود صحبتش هم رفت، در مثلا عصر 14 هم اگر گیریم،
عصر 14 بگیریم که زمان احیا شروع شویش از همونجا سر می شود. در همه ساحه ها، نه تنها مثلا در ساحه علم های طبیعت شناسی و ریاضی و اینا، بلکه در ساحه طبیعت علم های فلسفی هم همین، مثلا رسامی و عکاسی و تصویرگری و همینا یک نوع انقلاب به وجود آمد. یعنی تغییر، انقلاب به معنای تغییریابی، یک نوع تغییرات به وجود آمد و در یادتان باشد خیلی یک دستگاه سخت و مقتدری با نام دستگاه تفتیش عقاید یا اینکویزیسیا بود که اون سخت‌تر از این دستگاه‌های عصیمیانگی ما بود. سوالی مطرح این است که با وجود اون کشتاری که اونا انجام دادن، مثلا هر نفر دانشمندی که بود مخصوصا از جنس زن اونا با جادوگر متهم کرده و میکشتن با دستگاه‌های سخت‌ترین نوعی تعقیبات و تفتیشات میکشتن. و همین گونه مثلا تصور کنید همین گونه دانشمندانی که شما نامشون نگرفتید، از همون کاپرنیک سر کنیم و پاسکال و این کپلر و این دیگرایی که نامبر کردیم، گالیله و جردانو برونوی که کشتن، نیکولای کوزانی و دیگرها، که همین دستگاه علمی را با دستگاه تجربوی در آمیزش قرار دادن، نظریه رو با عملیه پیوستن، با علمی تجربه گرایی رو با وجود آوردن و موفق هم شدن. بعدتر قربانی زیاد هم دادن. همین گونه دانشمندان در مثلا عصرهای میانه ما هم بودن. تصور کنید همین زکریای رازی کم آدم بود، این نفری بود که از اینا دا زیادتر فهمیده بود، درک کرده بود در عصر 9 و 10. تصور کنید. یا که هیوی بلخی، یا که خوارزمی، الخوارزمی، فرغانی که میگوی، بله اون نفرهای دیگری که فرغانی که میگوی که جغرافی دانی مشهور بود و دستگاه ساخته بود و دستگاه چینکنی را در نظرم ساخته بود فرغانی ها که دریا را قعر دریا را همین گونه مثلا ابن سینا و فارابی و همین چهره‌های کم نبودن و اینا بزرگتر از. چرا همین مشکل در ما همینطوری که مثلا در اروپا شد اونجا دستگاه تفتیش عقاید بود، در ما دستگاه روحانیت بود، تفتیش شرعی داشتیم ما که اونا را به اصطلاح تفتیش میکرد و تعقیب میکرد و میکشت اینا را. چرا ما منطقه ما دانشمندان ما همونطوری که اونا موفق نشدن؟ این متحد نبودن یا که چی مشکلاتی بود به نظر شما که همین کار موفق در ما نشد؟ به اندیشه این جانب در ما نیز انتقال دانش‌ها بود. مثلا شمس الدین شاهین در یک داستان از استادی ابو علی ابن سینا و ابو ریحان بیرونی ابو محمود خوجندی یعنی ذکر میکند که اگر ابو علی سربلندی گرفت زیمنی حکیم خوجندی گرفت. یا خودی ابو ریحان بیرونی استادش ابو محمود خوجندی رو در ساختن استرلاب و دستگاه های رصدی یعنی استرونومی مرد قوی اراده و به همتای زمان میداند. یعنی این از آن شهادت میدهد که ابو محمود خوجندی همچون دانشمندی سرشناس در تربیه این دو نابغه ما ابو علی ابن سینا و ابو ریحان بیرونی سهمگذار است و این دلیل آن است که در ما نیز مکتبی شاگرد استاد نیز بود. ولی چرا در ما به آن سطحی که در اروپا انکشاف یافت؟ قبلا ذکر کردم یکم موقعی گیوگرافی آنها که با اقیانوس با این نزدیک بودن و کشفیات های گیوگرافی که در دوره پس از احیایی روی کار آمدن الکی در تشکلی جهانبینی آنها نقش تأثیری عمیق گذاشت و در ما آن خرافات پرستی و عقیدتی آن با قطع کردنی و بیرون از کشور راندنی چند نفر یا نابود کردن برخی قطع گردید و آخران نماینده ما در این دوره این بعد از نصیرالدین طوسی این قطب‌الدین شیرازی است و بعدتر جمشید کاشانی و دیگرها می آیند. در ما آن عقیده هایی که بیشتر پیروان غزالی و این عقیده ها بودند آنها روی کار آمدند و نگذاشتند که همین دانش ها انکشاف یابد و اگر ما به تمام آن کشفیات هایی که در عالم اروپایی شدن چی در دوره احیا یا چی در دوره پس از احیایی نظر می نماییم آن را ما در دریافت های علمی که عالمان ما داشتند طور شما هم ذکر نمودید از احمد فرغانی الکی وی قرص آفتاب رو چین کرده بود و آن نیلومتری که برای چین کنی قعر دریا استفاده می شد این در عصر 9
احمد فرغانی کرده بود، یا همون معادله بینوم خیام نیوتن، یا اون معادله وینی که در ماتماتیکا در اروپا ویت، تئورم ویت یکی است، اون از جمشید کوشانی است. یعنی آنها از این مرحله که در اینجا دستگاه‌های عقاید دینی و معیارهای شرعی روی کار بودند و نمی‌گذاشتند علم تشکل یابد، آنها از این استفاده کرده این دستاوردها رو با زیرکی با هوشیاری خود از خود نمودند و در اینجا تا هنوز این رایج است و این دانش‌های علمی که امروز پیشنهاد کرده می شود و حتی در شرایط امروزه نیز هستند نفرانی که دانش‌های علمی را کفر و غیر دینی می دانند. بنابراین همین مانع گذاری ها تا هنوز ترس رو در وجود دانشمندان ما جا کرد و دیگر این مسئله این است که در دوران احیا و پس از دوران احیا و حتی در عصر 20 ما بسیار دانشمندای مشهور اروپایی رو میشناسیم که آنها نوبسته به آن که در دانشگاه ها در سطح علم موقع های چگونه داشتند، آنها با عامه گردانی دانش های علمی نیز مشغول بودند. از قبیل مثلا لنداو، مثلا در اتحاد شوروی لنداو، کاپیتسا مخصوصا برنامه‌های که زیادی تلویزیون بله در اتحاد در کشورهای اروپایی از همین گیزنبرگ، پلانک، بورن، نیلز بور و همه اینها در برابر دستاوردهای علمی توسط مطبوعات پاپولاریزاسیون یا که عمومی سازی، بله آنها با همون دانش‌های علمی خود را توسط روزنامه و بعدتر رادیو و تلویزیون پیشنهاد می‌کردند که تا سطح معرفت و جهانبینی اهالی را بالا بردارند. بنابراین دانشمندای ما تنها با همون دانشمندای اتاقی بودن، ما آزمایشگاهی بودن، کابینتی بودن. این چیز نیز تاثیر امروز هم هستن خیلی. این چیز نیز تاثیر عمیق خود را میگذارد و تا اندازه بین عامه و بین جامعه علمی خب صدگذاری می نماید. بنابراین برای اون که سطح معرفت اهالی بیدار شود باید همون دانش‌های علمی با وجود آنه که در سطح‌های در مفهوم‌های در سطح‌های اکادمی بررسی می‌شود، اونا با سطح عامه هم فراورده شود. بله کاملا درست است. اینا در زبان چی پاپولاریزاسیون میگن، عمومی سازی میگوین. بسیار خوب. ما 20 ساله تقویت دانش‌های طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی داریم. در همین زمینه که برنامه قبول شده کار رفته است در جریان داره، تمام برنامه و استراتژی‌های مربوطه هم قبول شدن. اکنون عملاً چیکار کنیم؟ که همین دانش‌های طبیعت شناسی، ریاضی با دانش‌های فلسفی در آمیزش بیاین، یک جهانبینی این نسل نورس جوان و عموما جهانبینی جامعه را شکل بدیم و با یک راه و روش درستی علمی و فلسفی برسانیم تا اینا خودشو قضاوت کرده بتونن در این مشکلاتی که پیش روشون قرار میگیرن. خب ببینید از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا پرزیدنت کشور یک برنامه بسیار مهم 20 ساله آموزش و رشد علم‌های دقیق طبیعت شناسی روی کار آمد و در زمینه تطبیق این برنامه یک آزمون بسیار سطح بلندی هم با نام علم فروغ معرفت برگزار کرده می شود که در همین جو یک نکته رو ذکر باید کرد که در یگان دولت دنیا هیچ یگان حکومت برای خواندن و از خود کردن علم چنین آزمون هستند. جایزه های بزرگ هستند که در سمت های علم های طبیعت شناسی مبلغ های هنگفت میتیند، ولی یگام جایزه دولتی یا حکومتی نیست که چنین آزمون رو راه اندازی نماید. بنابراین این هم یک امکانیت خوبی هست که باید ما نسل جوان با آموزش و پژوهش علم های طبیعت شناسی جلب نماییم. ولی در شرایط امروزه این برگزاری چنین آزمون ها این تا اندازه یک دانش‌های قالبی پیشنهاد کرده می شود و در دایره این آزمون باید یک کارهای اختراع‌کاری و نوآوری هم در همه سمت‌ها
درست است که در دایره آزمون هست بخش اختراعکاری و نوآوری، در دایره همون آزمون‌های ساحویه که هم در سمت متمتیک، هم در سمت فیزیک، هم در سمت بیولوژی باید در همون جنیز یک جزئی نوگانی که با تفکر کردن، با اندیشه کردن اشتراکداران رو وادار نماید پیشنهاد کرده شود و در برابر آموزش دانش‌های طبیعت شناسی باید در ضمیر خوانندگان باید ما اندیشه های ملت دوستی، خودآگاهی، خودشناسی رو نیز تقویت بخشیم که مثلا تنها با دانستن دانش چند مفهوم های علمی، چند دلیل های علمی انسان نمیتواند دانشمند باشد. باید در برابر دانشمند بودن از شخصیت خود را خودشناس باشد، خودآگاه باشد، بله. خودشناس باشد، بله. و این چنین با درباره اندیشه های ملی داشته باشد، اندیشه های ملی گرایانه داشته باشد که هستی خود یعنی از گذشته خود آگاه باشد. بنابراین اگر وقتی ما با چنین دانش ها شخصیت های غیر ملی تربیت می نماییم، باز اینم یک ضرر دیگر خواهد بود. بنابراین در این زمینه البته باید همبستگی عائله، جامعه و مکتب باز هم بیشتر کرده شود و در این زمینه که هرچند قانون مقام آموزگار نیست قبول گردید، ولی این باز عملا تطبیق کرده شود. تشکر زیاد نامور. حتما سر این موضوع مفصل‌تر صحبت میکنیم. برنامه‌ها چندین برنامه سلسله برنامه‌ها جور میکنیم چون که خیلی مهم است. همین برنامه ما که آفرینندگی نام داره، تا اگر ما همین قابلیتی آفرینندگی یا هنری آفرینندگی انسان رو بالا نبریم، مخصوصا نسل نوروز جوان رو، ما نمیتوانیم که موفق شویم و نمیتوانیم که یک نسلی که صاحب جهان بینی و آزاداندیش است اون تربیت کنیم. سرور دولت یک سخنی خوب دارد که استقلالیت این میگه ناموس و شرفی هر یک ملتی آزاداندیش و صاحب اندیشه است. باشد که ملت ما هم بر اساس گرفتن داشتن یک جهان بینی واقعا علمی و فلسفی و مهمتر از همه جهان بینی ملی تواند که خودش را سازد و در عرصه جهانی ملت ما را به طور بایسته و شایسته معرفی کند. یادآور میشم که در صحبت ما قرار داشتند طبیعت شناس و دانشمندی جوان ما، فیزیکدان مشهور ما، نامور قربان، کارمندی انستیتوتی مسئله های آب، گیدرا انرژتیکا و اکولوژیای اکادمی ملی علوم تاجیکستان. پایان برنامه ما هست. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.